بسم الله الرحمن الرحیم. మేము امروز element بحث میکنیم. align left کدام کماند است؟ align left. توسط این کماند میتونیم که نوشته را از طرف چپ شروع کنیم. نوشته را از طرف چپ شروع کنیم و نوشته انتخاب شده را به طرف چپ ببریم. کنترل پلس ال شارتکټش است. کنترل پلس وړه ال شارتکټش است. aligned right align वड़ा right तीन कमांड में तवारम की बातरा रास्त अस्तारा रास्त नविश्ता शुरू करें और मालूमात रहा बातरा रास्त बबारें align center توسط این کماند می توانیم که از مابین نوشته شروع کنیم. و معلومات انتخاب شده را در مابین بیاوریم. कंट्रोल प्लस ई शर्करेशन कंट्रोल प्लस वड़ा ई शर्करेशन कंट्रोल प्लस ई दियास जस्टिफाई توسط جستیفای می توانیم که معلومات را منظم کنیم. سه قسم جستیفای داریم. لو جستیفای، میڈیم جستیفای، medium or high justify. Justify low, justify medium, justify high. चार किस्म justifies, छह किस्म justify है. कंट्रोल प्लस जे शॉर्टकट जस्टिफाइज चीज कंट्रोल प्लस जे आर्ट शॉर्टकट हो बाजू भारत में मुकम्मल आर्ट शॉर्टकट हम दारे आर्ट के जुदा प्रेस करी एक्सेस शॉर्टकट में हमेश कि मैं खासी शॉर्टकट वाला पैदा करी आर्ट एच मिसाल जमी भी नहीं L O A C O R T O H A कोई R shortcuts. इंजमें इस इराने منظم نیست مثال چی نیست؟ میخوای منظمش ببینی کنترل پلس A اینجا منظم است؟ نیست. جستیفای چی میکنن؟ مابین میارم مابین است. طرف راست میگه طرف راست نه طرف چپ. این نوشته که باید شروع کنیم از مابین نوشته شروع میکنیم. کنترل پلس ای کنترل پلس آر طرف راست کنترل پلس ال طرف چپ
کدام طرف نوشته شروع میکنه، یا معلومات انتخاب شده کدام طرف میبری، یا نوشته از کدام طرف چی میکنی شروع میکنی. نوشته میدنی که از هر طرف بخوای شروع کنی، شروع کرده میتونی. یعنی کنترل پلس آر، کنترل پلس ان، کنترل پلس سی. فهمیدی؟ یعنی الیمنت است به هر طرف که شما انتقال میتی معلومات را انتقال داده میتونی، سنتر، رایت، لیفت. میبینی سنتر، رایت، لیفت کدام طرف که انتقال میتی او طرف انتقال داده میتونی. بعد ازی ایره هو کنترل پلس ای. اگر ما بخوایم اینجا جستیفای میکنیم معلومات را چی؟ منظم خو نیست سالم، معلومات منظم است نیست، یعنی این طرفش یک مساوی نیست. جستیفای دیگه جستیفایش اینی فرق داره، یا جستیفای ازی کده شاید جستیفای میبینی؟ آفرین. اگر بخوای مثال جستیفای نباشه لیفت به این شکل است. اگر مثال اینجا لیاوت یا اینجا چند کالم تقسیم است 3 کالم معلومات اخبار واره، یعنی میخوایم جستیفای کنیم نو کنترل پلس جی میتونی، اگر نشد اینجا کلیک کو کنترل پلس جی. اگر اونجا نشد اینجا بیا کلیک کدام جستیفای مثال های جستیفای اینی جستیفای چی کرده میتونیم؟ تنظیم کرده میتونیم. جستیفای و چند قسم است و چی وظیفه میکنم مشکل میده. نه همین جستیفای یک فاصله در بینش کم میمانه و یک زیاد میمانه. اگر مردم به 4 قسم میگه ما میگفتم خانه 4 قسم باید خطر نیست، خود جستیفای است، یک نام جستیفای است. اقسامش چیست؟ پایین است اینجا کجاست؟ هر قسم که ببینی او پایین است جستیفای. بعد ازی line and paragraph spacing. line and paragraph توسط این کمانड می توانیم که در بین لاین ها و پاراگراف ها سپیس بدهیم. تقریبا 1 इंच. कंट्रोल प्लस 5 तकरीबन अबाउट टू मीन तकरीबन हाफ इंच निस्फ इंच. कंट्रोल प्लस 1 omit the space खत्म नहीं करना. space भी करना. Control plus 2, control plus 5. Yes. در بین اینها و پاراگراف ها اگر سپیس می دادین، اگر زیاد کم می کردین، شما باید کجا مراجعه کنید؟ دی کمانड باید مراجعه کنید. نشته کردین؟ اینجا بیم equal R&D.
خب در بین پاراگراف ها اینجا میبینی پاراگراف که دین روز برات گفتم این پاراگراف هست نیست در بین این پاراگراف ها کم نمبر است اینجا چقدر سپیس تا بین لاین ها باشه اگر معلومات کم باشه یک نفر برات میگه ای برای ما مثال به این اندازه معلومات است این اندازه معلومات برات میگه بسته ورق باید بگیره چی باید بگیره؟ بسته ورق شما چی باید کنی؟ انتر که کنی خود غلط است یا نیست؟ اینجا بیا میبینی؟ اگر دیگر هم سایزی زیاد میگه اینجا اپشن داره باز میخوانه بخیره یعنی در بین لین ها اگر چقدر فاصله شما بخواین میتونید که بدین منش در بین لین ها فاصله یعنی زیاد میگیره دادا میتونین اگر بخوای که فاصله را از اینجا دلخواه بتین اینجا ببین اگر بخوای کنترل پلس 2 کنترل پلس 1 کنترل پلس 5 یا سند کردن فکر میکنه یه شارت کٹ صحیح کنترل میت 1 میکنه خود چه ساین است دیگه جویز پتا یا اینجا در بین پاراگراف ها فاصله است نیست ختم میکنه remove password remove add در بین پاراگراف ها میبینی فاصله میشه که زابشن بری برای همیش ختم کنی اینجا بیا اینجا سپرش کو برای همیشه رتنا چکو دیگه آپشن شد دیگه آپشن رو تجه خود میخونه کجا میخونه اینجا که کلیک کنه میخونه تنها به یک تنها باید بخونی میتونی مگر این چک باشه برای همیش ببین چی وقت بدر میخونه مثالش ندادیم اینجا کابل لوگار بلخ کاپیسا لغمان پکتیا اینجا در بین از یا فاصله را برای همیشه ختم میکنیم اینجا بیم میره میگیریم تومات دیفال برای همیشه میکنیم که چی کنیم ختم کنیم با کدام شکل با این شکل چی کردیم ختم کرده ببین شده ختم شد یعنی برای همیشه میتونه که فاصله را از بین میبریم فاصله را برای همیشه کنیم ختم کنیم مشکل نہیں اینجا میں شرینگ شرینگ توسطین کمان میتوانیم که در بک‌گراوند دمیشتا رنگ بده یا پرستاره نوشته را مخاط که میگه شرینگ است شیر که میگه بسگلی آلت شارتکट دارم کدام آلت اچ اچ آلت اچ اچ پلاس خو نداره کنه آلت شارتکट پلاس نداره بازم برد این با پلاس گرفته میتونه خب یک جایی که گرفته میشه را پلاس میگه جدا جدا که پرس میشه را پلاس نمی پلاس مانا جمع کردن بین شارتکट خواهده بین خود برای چی میگه؟ پلاس میگه مثلا چه که معلومات داری مثالی را هست نو کالر میخوایم که اینجا
آفرین کالر میبینی هایلایت کالر نمیشه هایلایت بشه میبینی اینجا سیاه که بتم به سر تک سفید میکنم اینجا که بیم سیاه بتم این سفید نمیکنم اینجا نه چرا این بگناه شریش میشه چقدر که بخواه هر کدام هر کدام که بخواه اینجا میتونی که رنگ بدی کدام خب مهم نیست خب مطلب به این معنی که ما در پاراگراف استاد باشه به اینجا چی میده خب بارڈرز چی نام داره؟ بارڈرز توسط این کماند می توانیم که با نوشته یا با جدول بارڈر بدهیم و پس بارڈر را نوشته یا جدول بارڈر بدهیم و پس بارڈر را ختم کنیم بارڈر دادم میتونیم پس بارڈر از بین بردم میتونیم ببینی شکل را این نوشته مثال اینجا ما نو کالر اول میگیریم این نوشته سی نیست کدام یعنی از اینجا خم نیست کدام کجا بارڈر پایین بالا چپ راست نباشه مکمل باشه outside inside ببینی بارڈر هست یا نیست خوی اصلا به این خطر نیست شاگرده تا insert تاب میرم یک جدول میارم اینجا میبینی این یک چوکارت هست با این بارڈر اول مثال از اینجا ما ختم کنه یه جدول هم خوانده میشه خیر نو بارڈر داره نداره کرم بارڈر داره کب بسان اینجا میم پایین باشه بالا چپ راست یا مکمل بیرون باشه داخل بارڈر نه افقی نه عمودی یا به دیاگونال به شکل کام کاجا این بارڈر است خب ما میخوایم نه یار بارڈر برش میگیرم این یک چند نفری خانه ایسی نفر قید نکنیم میبینی یک خط افقی یک خط نباشه منفی مساوی نی یا منفی نی یا اندرسکوری نی یا زگما انتر یا هش انتر یا ستاره انتر اینی خط هست دیگه چه پیدا نکنید دیگه از کامنت بغیر غیرتان است یا کدامش به این شکل آورده میتونید
یا کامند که مثال ختمه کدام یعنی اینجا میتونم که یک خطی افقی بیارم کجا یعنی یا درا تیبل میتونم جدول را رسامی کنیم اینجا می رسامی کردن جدول است میبینی درا تیبل چی کرده میتونم رسامی میکنم جدول کدام نه خب خط که اگه اینجا گرفت یا مثالی کج نشو شبتم رایش بگی صحیح یا این جبیم شاگرداد بارر یو گریلین خواهی کار نمیکنه که نو بارر باشه کار میکنه گریلین ایسی معلوم نمیشه ما میخوام معلوم شو گریلین دیده بهتریم چند چه کنی پس نباشه نه پس باشه گریلین باشه یا نباشه border کنترل پلس این اینجا مکمل کمند است بنام بارر نام داره این بارر کجا میخوانیم دیزاین تب اینجا میخوانیم خب اینجا چرا اینجا بر شکلینگ داره از این طریق هم بهتره که برش بری دیگه بایسپه نیست تو جنامه داره تابو کمند لینگ داره کجا لینگ داره تابو کمند بس است صد الامين او شويه كلام صد الجدول وصل عمل بدنا نسميه بس انتر خب قانونی نمی چی نمی؟ نه نه سپاسپیش